اومده بالا و نوکش چی داره؟ هرم. تأکید میکنم ببینید 4 وجهی. مثلا نگی برج میلادم نمیدونم ما چیز آبلیسک و نمیدونم بنده خدا اومده گفته بودین برج قوامین هم آبلیسک. نه، مشکل داره ها، اما آبلیسک نیست. این اس داره واسه خودش. اون آبلیسک نیست. 4 وجه بیاد بالا نوکش هرم میشه. این ستون بواز و جاشین. اینجا شما در جاهای مختلف میبینید که چقدر زیاد آبلیسک موجوده و این هم باز در پارک مرکزی فکر کنم نیویورک بشه. این هم چی؟ آبلیسک منار رمی جمرات. من مسلمان به این به عنوان نماد شیطان چیکار میکردم؟ سنگ میزدم. این معجزه دین منه. لذا اون وهابی سعودیه که داره تو مهره شطرنج صهیونیسم به دستور میده چیکارش میکنن؟ خراب میکنن. جاش چی میسازن؟ دیوار میسازن. ما با اینا باید این کارو بکنن. شما حق نداری به شیطان توهین بکنی. عزیزم بذار آب پاکی رو بریزم رو دستت. امروز تمامیت انرژی اینها در خدمت ابلیس. از خود ابلیس دارن فرمان. دشمن آشکاری که در قرآن بهش اشاره شده. الم اعهد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. میگه لا تعبدوا الشیطان، شیطان نپرستید. بنی آدم هم میگه، خیلی وسیعی رو داره میگه. آخر زمان ما همینه واقعا. من مسلمان از معجزات دینم به این به عنوان نماد شیطان سنگ میزنم، خرابش میکنن. چه کسی دستور این کارو میده؟ سر نورمن فاستر، کسی که تا الان بیش از 200 آبلیسک تو کل دنیا ساخته. میگه اون یکی باید خراب کنه. اونجا به شیطان داره توهین میشه. مسئول چیه؟ مسئوله که اینو بسازه. بالا سر خونی کرد. کی قرار افتتاح بشه؟ 21 دسامبر سال 2012. قرار سایه شیطان بیفته بر خانه توحید. ما مسلمان ها خواهیم. چند طبقه است؟ 72 طبقه. در کنار قدرت الله 72 قدرت شیطان رو به رخ میخواد بکشه.